طلال تبار هستم. خب به هر حال به عنوان یه دیگه هنرمند شناخته میشم و فکر کنم آخر این ماه برم توی 41 سالگی و لیسانس دانشگاه هنر تهران دارم. دیگه یه چند سالیه که به صورت خیلی جدی فقط کار نقاشی میکنم، یعنی قبلا کارهای دیگه هم میکردم، مثلا تو گالری کار میکردم و چیزی، ولی الان یه چند سالیه که دیگه نقاشی شده شغلم. یکی از آرزوام این بوده که نقاش بشم همیشه و خب توی خانواده هم اینجوری بوده که کلاً خانواده پدریم یه استعداد چیز دارن، هنری دارن. مثلا یه عمویی داشتم که خب نقاش بودن، بعد پدرم خیلی کارهای مختلفی انجام دادن و من از کودکی اینا رو میدیدم. مثلا مبلای اولیه خونمون رو بابام ساخته بود و خب پدرم تشویقم کردم. مثلا اون موقع فکر می‌کنم ابتدایی بودم که دیگه رفتم کلاس نقاشی و مثلا اون موقع حالا از روی مدل نقاشی می‌کردیم، یه طراحی می‌کردیم. وسیله‌هایی که داشتم جمع شده، چون من این کلکسیون جغد نگه می‌دارم. حالا تو همه رو فعلا تو اینجا دارم، یه سریش اونجاست، یه چه مثلا یه دونه‌اش اینجاست، دوتاشون اونجاست. ممکن ویدیو بگیریم جغد دارم. آره، ولی الان همه رو حالا گذاشتم توی این ویترینه. چرا جغد دلیل خاصی داره؟ همینطوریه؟ خب نه، فکر می‌کردم به خودم نزدیکی. مال خیلی سال پیشا، یعنی من از فکر می‌کنم که اولی دبیرستان بودم این کوچولو شروع کردم جمع کردن، چون خودم آدم شب زنده‌داری بودم. خیلی همه گفتن جغدی، بعد خوشم میومد، شخصیت خود جغد رو دوست داشتم و بعد اون اتفاق افتاد، یهو جغد زیاد شد تو مغازه ها و من دیگه جمع نکردم. حالا دانشگاه اینجوری بود که یه سری کارا یاد میگیری، البته اونم ترمای آخر بودم، مثلا یه استاد خاص بود که به ما یاد داد بوم کشی کنیم یا پیگمنت بخریم خودمون رنگ درست کنیم، ولی این اتفاق خیلی کم افتاد اونجا. با این حال بعدش که حالا ازش گذشت و یه سری کارای اکسپرسیو میکردم، ولی انتظاری که من از دانشگاه داشتم در واقع برآورده نشد. یعنی سیستم اینجوری بود که خب خیلی هم دیگه ما رو راحت گذاشته بودن که حال نداری نه یا نمیدونم چی، اما خودمون تو کارگاه مشغول کار بودیم. اتفاقا با یکی از دوستام همش کار میکردیم، ولی بعد دانشگاه اصلا یهو همه چی استاپ شد و من به جوونا همیشه این نصیحت رو میکنم که نذارن این اتفاق بیفته. ماژیکو زیاد کسی جدی نمیگرفت، مثلا راحت بود کار کردم، مثلا بچه بودیم باش کار میکردیم و اینا، و خودم انگار که یه تلاشی داشتم در اینکه ماژیکو جدی کنم. بعد خیلی در این مورد مثلا مطالعه کردم، خیلی تست کردم، خیلی ماژیک خریدم. فکر میکنم بدون هیچ تلاشی این اتفاق میفته. اصرار ورزیدن مثلا در اینکه اینو اینجوری کنم که بفهمن کار منه، فکر میکنم این شکلی نیست، یعنی درونی اتفاق میفته. البته من دارم در مورد نقاشی صحبت میکنم چون فکر میکنم شاید اون روح کار مثلا شاید چه میدونم توی گرافیک یا توی معماری یا چیز فرق کنه. اصلا اصولا من در مورد نقاشی میگم. حالا که گفتی من راجع به کارهای ماژیکتون هم اصرار میکنم، اصلا چی شد که چون مثلا تو کار ماژیکتون شما به فضاهای خالی توجه کردین، یعنی اون فضاهای خالی یه سری فیگورا رو به وجود آوردن، میخوام چی شد که به اون پوینت به اون پوینت رسیدین؟ اتفاقی برای من افتاد، اتفاق عجیبی نبود، در حال جدا شدم و اون خونه‌ای که حالا ما با هم در زندگی می‌کردیم و اون کارگاهی که داشتن، در واقع با اون اتفاق بعد، یعنی اتفاق بدی افتاد که ما اصلا پاشیده شد، من اون کارگاه رو از دست دادم و برگشتم خونه مامان امینا و دوباره تو اتاق قدیمی و خب چه وسیله ها همه اونجا بود، نمیدونم کارگاه بود، رنگ بود، فلان بود و یه سری اونجا وسیله از قبل داشتم، ماژیک و اینجور چیزا داشتم و این شکلی شد که
داشتم عکسای قدیمی رو نگاه می‌کردم، مثلا عکسای چه می‌دونم همین ازدواجه و نمیدونم اتفاقایی که افتاده بود، خاطرات مشترکی که با هم داشتیم و عین اون قدیما که میگن بلاک قدیما اینطوری اتفاق میافتاد، آدم رو بریدن از توی عکس. دیدم هی دارم این بازیه رو میکنم، یه جایی دارم میبرمش، یه جایی دارم کات کنم، یه جایی حتی سوزوندم، یعنی اتفاقم افتاد و بعد فکر کردم که اینو چجوری، مثلا یه کلاژایی داشت اتفاق میافتاد و فکر میکردم اینو چجوری کارش کنم که حالا عکسم نباشه، نقاشی باشه. و خب بعد ماژیک دیگه فوق‌العاده بود، هم جای وسیعی نمیخواد، من کارم از کوچولو شروع شد برای که جای آنچنانی نداشتم و اینکه اون بخش از خاطره داشت اونجا اتفاق میافتاد، انگار هی پراکنده میشد یه جاهایی دوباره مثلا پراکنده رو دیده اینجوری نشون دادم، پراکنده میشد و یه جایی فشرده میشد، انگار اون اتفاقی که مثلا داره توی مغز در مورد خاطره میفته و یه جاهایی اون آدم حذف شده بود، ولی میدونی اینا همه تلاش بیهوده است برای اینکه تو همیشه یادته که اون حذف شده کیه، ولی خب به لحاظ فرمی اون اتفاق افتاد. خب جالبه، پس یعنی اصلا این پروسه خاطره و همه اینا میبینیم دنبال همه. آره دقیقا با هم داره اتفاق میفته. نمیدونم بعضی وقتا انگار که یکم بی‌واسطه تر داری با نقاشیت رفتار میکنی، به خصوص تو کارهای کوچیکتر. برام انگار که و تازه قبلا هم گفته بودم ماژیک رو دوست دارم چون بی‌واسطه اتفاق میفته. ببین انتخابش میکنی، برش میداری و استفاده میکنی، حالا حلاله چی باشه، با آب قاطیشه، نمیدونم اینو اینجوری کنم، روغن فلانشه. این اتفاق در مورد ماژیک نمیفته و احساس میدونی بهتری داری، سریع به اون چیزی که میخوای میرسی و به خصوص تو کار کوچیک. ببین اینجوری روی کار، ولی توی بوم یا چیز اینجوری به صورت کار یه ذره این فرق داره و مجسمه برام داره یکم اینجوری میشه. یعنی دیشب که داشتم گلا رو انتخاب میکردم که مثلا بذارم، یهو احساس کردم یکم درک کردم این اتفاقی که توی هنر گلارایی در ژاپن میفته چجوریه که اینجوریه که بس به حس خوبی میده. حالا نه اینکه من دقیق اونو که اصلا نمیدونم حتی شاید فلسفه‌اش چیه، ولی این انتخابه و جاگذاری داشت اون کار رو با من میکرد که اون حسه رو داشت ایجاد میکرد. دقیقا اولین سولویی که گذاشتم با ماژیکا گذاشتم و بعدش هم اینجوری بود که وقتی کار کردم انقدر یهو زیاد کار کردم و اینا که نمایشگاه گذاشتم، یعنی مثلا خیلی فاصله‌ای بین کار کردن و نمایشگاه نبود. هنر ژاپن کلا برام خیلی بولد شد، همیشه برام رمزآلود و دوست داشتنی بود. الان چون دارم راجع به خشخاش و اینا صحبت میکنم واسه شطرنج کنیم بهتره فکر کنم. یه سری هم خشخاش دارم دیگه که اونام پاپیاماش هست و خب یکی از الماناییه که توی این نمایشگاه خیلی توی این نمایشگاه بود. بیشتر خب گیاهایی بودن که مثلا باعث سرخوشی یا فراموشی میشن، چون اسم نمایشگاه رو گذاشتم زنده باد فراموشی و یکی از چیزاییه که باعث میشه حداقل شاید چند ساعتی یه چیزایی رو فراموش کنم. حتی خودم تجربه مصرف ندارم ولی این قضیه کلا این موندگاریه برای مهم خاطره که وقتی میمونه چجوری میتونه مثلا دهنتو سرویس کنه یا چه اتفاقی خوبه بمونه یا بده بمونه. خب همین این اسمه که گذاشتم انگار که آقا جون دوست داری فراموش کنی و یه تلاشیه ولی ناموفقی. مثلا این لمسا که اتفاق افتاده، دستا انگار که قطع شدن، دستا متعلق به بدنی نیستن، اون لحظه هست. اصلا در گذشته خیلی دور چه اتفاقی میافتاده، ولی استیتمنت مثلا میگن گزاره هنرمند قراره وقتی نگاه میکنی با همدیگه یه اتفاقی بیفته. مثلا
چون خود من میرم نمایشگاه، کارا رو میبینم، بعد میام رو دیوار رو میخونم که ببینم من چی گرفتم و این چی، حالا شاید توضیح بیشتری میخواست بده. ولی فکر میکنم در این حالا چند سال اخیر خیلی فلسفه بافی زیاد شده و کوت هایی که خب منم حالا کوت دوست دارم، یعنی اصلا یه سری چیزا هست که واقعا برام جالب و میگم او با یه جمله کوتاه اون وضعیت ما رو داره نشون میده، چقدر جالبه. ولی یهو میگم خب این ربطش به کار چی بود، کجاست اصلا؟ این بگو این جمله رو دوست دارم، دلم میخواد استفاده کنم، همون صداقت هست که میگم بگو دوست دارم استفاده کنم ولی کارم داره یه حرف دیگه میزنه. اینا از وقتا با هم واقعا نمیخونه. یعنی اونقدری که من فکر میکنم ماها درگیره یه سری کوتیشن ها هستیم به خاطر وضعیت اجتماعی و چیزی که توش قرار داریم، شاید اصلا دنیا به این سمت نمیره. نه اینکه حالا دنیا داره جای خوبی میره یا بدی میره، ولی میگم ربطا بی ربط شده. نظریات مختلف وجود داره ولی یه بخشی هم این شکلی هم که دوست دارم مخاطب خودش برداشت کنه. من توی این نمایشگاه هم استیتمنت نخواهم داشت. یک شعری از یه بخشی از لیریکس دیوید گیلمور های هوپس که دقیقا اتفاقا بخش هست که داره به یه گذشته بهتری اشاره میکنه که سبزه ها سبزتر بودن، مزه ها شیرین‌تر بودن. ترجیح هم یعنی اینه که خیلی توضیح راجع به کار ندم یا اینکه خیلی هم فلسفه بافی نکنم. همینه، همین چیزی که میبینی و بعد اون انتظاری که میره نسبت بهش مثلا چه احساسی ایجاد میکنه در تو یا چه اتفاقی میفته. نمیدونم شاید به نظر یکم سیاه باشه ولی البته برام اینجوری نیست، ولی فکر کردم خب وقتی یه چیزی متولد میشه ایده مرگ مطرح میشه، وگرنه اگر هیچ وقت خلق نشه که اصلا ایده مرگ مطرح نمیشه. ولی این حالتها رو که خودم دارم الانم یه ذره این شکلی هم که کارا رو با هم پیش میبرم و انگار هیچ وقت اون کار قرار نیست. الان هانی هم اونجا نشسته منتظره که کارا رو بهشون تحویل بده. میدونی انگار اون ته اتفاق نمیفته. ولی یکی از سخت‌ترین جاهای کار بخوام بگم که خیلی دوستشون ندارم یه بخشش بخش امضاست. منم همین رو بپرسم، امضا رو کی انجام میدی؟ سخت‌ترین نمیدونم مثلا چه کاری میگم حالا بس پشت کارو امضا کن. بعضی وقتا اصلا احساس میکنم ضربه میزنه به ترکیب بندی و اینا، ولی خیلی برام کار سختیه. یعنی ولی میذارین لحظه آخر؟ آره میذارم بعد از امضا بازم کار میکنین یا نه؟ ممکنه این کارو بکنم. اصلا من نباید دیگه بعد این مدت کارا رو ببینم برای اینکه تموم نمیشه دیگه. به نظرم میاد که خیلی مهمه که تو یک پیشینه و بیسی داشته باشی در مورد این اتفاق. وگرنه خب آره اینجوری باشه که خیلی این حرفا میزنن، مثلا آدمای خب عادی پیکاسو رو میبینن میگن بچه ما که میتونه اینجوری بکشه یا منم که میتونم. اصلا به این نگاه نمیکنن که چی شده که پیکاسو از کجا اومده و رسیده به اون، حالا مثلا چه میدونم داستانی که داره یا مثلا کوبیسم از کجا اومده فلان. دانش مهمه، چه مثلا دانش بصری یا دانش خوندن یا تئوری، بالاخره اون چیز خوبه که در آدم وجود داشته باشه. که مثلا چه میدونم توی قالب‌های دیگه اتفاق میافتاد شاید بهتر بود. یه ذره انگار که ما یکم داریم رو مودم کار میکنیم، یا نگاه میکنی میبینی کارا چقدر داره شبیه هم دیگه میشه و مد شده که الان این شکلی کار کنیم یا اصلا در دنیا داره این اتفاق میفته. واقعا هیچ نظری ندارم راجع به این که بگم بده یا خوبه، چون فکر میکنم باید همه این اتفاقا بیفته تا بالاخره ما به یه جایی برسیم. در مورد ایران بخوام بگم به نظرم بعد داریم کار نمی‌کنیم، یعنی بالاخره داره یه سری اتفاقا میفته. ولی خود من شخصا یه چند وقتی حالا گالری گردیم کمتر شده چون ترجیح دادم که بشینم رو کارم فوکوس کنم اینا. یه وقتایی میری گالری گردی و یهو انگیزه میگیری واسه کار کردن بیشتر و یه وقتایی میری میبینی میگی چی بود اینی که من الان دیدم، منظورش چی بود، چرا این کارو اصلا کرده بود، یا این همه هیاهو برای چیه اصلا. و میدونی یه ذره چیز میشی، بی انگیزه میشی، مثلا میگی این فضایی که در اختیار این طرف قرار دادن که این همه کار کرده
میتونست تقسیم بشه و میتونست آرتیستای بیشتری مثلا داشته باشه و مثلا کارهای بیشتری. ولی خب یه سری کارا میشه که یهو تو مثلا خیلی برات جالب و خیلی امیدوار میشی، یه کوچولو به نظرم داره کمتر این اتفاق میفته. خب من یه مدتی هم مثلا پاپیه ماشه و اینا کار میکردم و دیگه وقتی رو آوردم این که خب من میتونم یه سری مجسمه هاشو بسازم، از قبلش هم یه مجموعه یه کلاه بود توی کاشان که یه کلاه پاپیه ماشه ساختم و یه نمایشگاهی تو کاشان، یه نمایشگاهی بود به اسم مثلا کلاه، یعنی مثلا همه کلاه کار کردن. کجا توی کاشان؟ گالری فیوز. دوره یکم به لحاظ روحی اومده بودم پایین و یه ذره نمیتونستم نقاشی کنم. یهو دیدم چقدر داره رو من جواب میده و وقتی دارم این کارو میکنم این اتفاقی که داره با دست اتفاق میفته اصلا داره ذهنم آزاد میکنه. تو نقاشی یه ذره اینجوری نبود. شاید ناامید کننده باشه که یه آرتیست بخواد به این چیزا توجه کنه، میگی من کارمو میکنم یا کسی خوشش میاد یا نمیاد. ولی داستان اینه که مثلا میگن خب کار کاغذ کمتر میخرن، نمیدونم کار روی بوم مثلا راحت‌تر فروخته میشه و اینا به نظر من یه چیزاییه که بالاخره ما در نظر میگیریم متاسفانه اصلا به هر حال. من فکر میکنم که این امضای شخصی در واقع بدون هیچ تلاشی اتفاق میافته، یعنی اصلا در درونش انگار که وجود داره. برای من فکر میکنم بیشتر از اینکه فرمی باشه محتواییه اون اتفاقه، چون بیشتر راجع به همین خاطرات و حالا چیزی که گفتم فراموشی و یعنی بیشتر راجع به این انگار که در محتوا داره یه اتفاق امضای شخصی میفته ولی فرمی شاید نه. و خودم هم دوست داشتم که وقتی داشتم این کارا رو میکردم یه جاهایی به خصوص کارهای آخر انگار داشت تلفیق میشد با اون بخشی که توی چیز داشت اتفاق میافتاد، توی ماژیکالش اتفاق میافتاد دیگه. مثلا هم ترجیح میدی غیر از بحث مالی ترجیح میدی کارت بره یه جایی و دیده بشه، یعنی همین دوست داری، هم بعضی وقتا دوست داری ندیش. کار جوونه که بالاخره اون پیشینه وجود نداره ولی میفهمی که آدم مستعدیه و کارش خوبه. خب به هر حال اینجوریه که من اگرم میخرم جنبه تشویقی داره، اصلا جنبه سرمایه گذاری و اینا اصلا نداره و میدونم که خب این اتفاق برای خیلی ها میفته. نزدیکان هم هستن که اصلا کار جمع میکنن به عنوان سرمایه مثلا کار انجام میدن. برای خود من بیو میبینی یه خالص بودنی در یه پیور بودنی توی کار وجود داره که اتفاقا جز موده نیست و طرف داره کار خودش رو میکنه و این برات جالب میشه برای اینکه اون کار رو داشته باشی. حالا خیلی هم هستن که خب من به عنوان مثلا مسترم و من عاشق کار طرفم ولی میگم هیچ وقت حتی به این فکر نمی‌کنم غیر از اینکه حالا پولشو داری یا نداری اینکه اصلا بخریش بعد چی کارش کنی، مثلا بذاری گرون شه بعدا بفروشیش دوباره. ولی مثلا چون من عاشق کارهای یکتایی ام، واقعا دوست دارم کارهای یکتایی. شاید یه روزی اگر پولشو داشته باشم یا جاشو داشته باشم از یکتایی کار بخرم، ولی اینکه فکر نمی‌کنم به عنوان سرمایه اصلا بهش نگاه کنم، یعنی من اصلا انگار تو اون بخش نیستم. The grass was greener. The